امروز من یه تست درگه دوتا قول بگیریم. قول که زمین و زمونه میکنن. نگاه کنید یکی دوماتیز قهرمان، یه دونه پیکی داریم اینجا. جفتشون ماشینا قول، یعنی حتما تا آخر این ویدیو رو این فوق العاده جذابه. یه موتور 3 سیلندر 800 سی سی داریم اینجا و یه موتور 4 سیلندر 1100 سی سی. یه جور همینا ذاتشون به هم نزدیکه چون جفت موتورها ساخت کور است. در مورد این دوتا ماشین بخوام بگم فوق‌العاده ماشینا جالب و کوچولو مچولو داخلی شهری هم به دردی کسایی میخوره. به نظر من که تازه گواهی نامه گرفتن هر میخوام بزنن این ماشین نابود کنه. خیلی تو کابینه این پیکه عجیب و غریبه، پشت کیلومترش 500 تا نشونه میبینی، نشانگر میبینی. وای ننه عاشق این دست بفا کنه. یعنی من هدف این نمیبینم یه روب میخنه. جارو هم گذاشتن که گردشه بگیره. نگاه باری کن خیلی به فکرم، خیلی یعنی واقعا داخلی سخته. فرمونی آکال اینجوری هست، یعنی با در یاد ما گنده مونده اصلا نمیخوره. هر کار خیلی مشخصه دیگه. اینا ایران حالا کلا مونتاژش کرد. کابینه ماتیز خیلی راحت تره، جنس هم متیزش هم بهتره. یا حالا کابینا چقدر راحت، اگه از بیرون نگاه کنی فکر کنی پیک جا دارتره ولی اصلا اینجوری ماتیز خیلی جا دارتره. جا پا رو نگاه کن، جا پا دو طرفش عالی. شیشه های جلو اینم برقیه، اون دستیه. این کولر داره ماتیزا، اون پیکه نداره سری اولش ولی نیو پیکه یا داره. ولی از نظر صندوق پیکه یا حالا جا دارتره، صندوق اصلا نداره. یعنی ماتیز هیچ فایده ای نداره در صندوق. راست همین الان لایک بکوب که خیلی بهمون انرژی میدی. بریم یه تست درگه جذاب بگیریم. رقیب ما اومد. رقیب ما دارد میآید. کوشیگه از کشور روسیه، ما خوبکتوف ازولانی هم از سسیلند بچه خورود. آقا دوست عزیزمون آقا مهدی ماتیز بازم. پیروز میدان ماییم. برو بریم یال یادن. برو بابا بچه. آقا خوردیمش. فقط داره ریت میزنه. بکنم کار ببازش اصلا تنسه. آقا پیروز میدان ماییم. خیلی جالب پیدامو میخوره. آخه قشنگ ماش بدد امت میخوره 3 سیلندر باش درک میری 2 سیلندر داخل 8 سیلندر. آره میبینی یه فقط که بهت میچاره گرمش کنم گرمش اما ساقات المپی. ای دوست شینمون حالا بیا پا وایسا بیا پا بتونم بیا پا شون باشی تو راننده. کیلومتر به پاش 500 اینقدر سراغ نداره. Alolsun. Help me. خوشگل موش
خرابی دوست دارم حسابی. خیلی پیکه بهتر راه میره، نفس خورش مشخصا بود. 4 سیلندر 1100 سی سی کلا ماشین از نظری سرعت و شتابی یه سرا گردن بالاتر از ماتریزه و یه چیز مشخصیه، ولی در کل از این دوتا ماشین اصلا توقع سرعت و اینا نمیره. قیمتی هم که دیگه مشخص 50-60 میلیون اینا دارن جفتشون، تا حالا تمیز خوبه 100 تومن 150 تومن 200 تومن دیگه بستگی به ماشینش. اینجوریه بدم برای کسایی که تازه گواهی نامه گرفتن، خانوما اینا داخل شهر خیلی عالیه اینجور ماشینا. اینم که حالا یه درگی گذاشتیم برا هم فام بودنش هم که ببینی کدومش بیشتر رو. ممنونم که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردی. حتما کانال ما رو سابسکرایب کن، لایک هم فراموش نشه. اگه تست درگه دیگه هم از این نوع تست درگای فام میخواد حتما داخل کامنت بنویسید.